سلام سلام سلام، خیلی خیلی خوشحالیم که دوباره در خدمتتون هستیم با اه، دومین در واقع قسمتی که این سری دوباره غیر اپیزودیک داریم عمل میکنیم. راجع به اخبار قرار صحبت کنیم و مهمترین اخبارم خب به هر حال مراسم بالون دور بود که برگزار شد. کلی حواشی داشت و قرار کلی راجع بهش حرف بزنیم و بپردازیم بهش و بقیه اخبارم یه مروری خواهیم کرد. پیشبازی بازی با اه، در واقع ستاره ستاره سرخ سرخ. بلگراد رو خواهیم داشت و کامنت ها. درسته دیگه، طبق برنامه دارم میگم، نکته آره دیگه. درسته. نه سابسکرایب کنید اگر هنوز سابسکرایب نکردید چنل رو، حتما سابسکرایب کنید که خانواده بارسوکست بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه به لطف شما. ویدیو رو لایک کنید، کامنت برام بذارید که همه رو میخونیم. اگر تو اپیزود نخونی خودمون خواهیم خون حتما. لینک دونه توی دیسکریپشن و توی بایو پیج و اینستاگرام همه جا هستش. تاج جان سلام علیک کن که من شروع کنم سلام و شروع میکنم. کنیم در اصل. آره واقعا سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز این قسمت. ما این قسمت بالندور رو که داریم، اون اپیزود قبل من قول دادم راجع به کامنت ها چیز میکنیم، اونم داریم، اونم میتونید پیگیری بکنید. آره من خیلی نظرمو اپیزود بگم. پرحواشیه، یعنی آره داستان داره قشنگ. دقیقا آره. آره داستان داره. خب مراسم بالون دور برگزار شد. روز مراسم روز فوق، یعنی بیشتر از خود مراسم روزش بود که خیلی حواشی داشت و داستانم از این قضیه بودش که آقای وینیسیوس جونیور کت قرمز رو خرید، مراسم پارتی بعدش رو چید، مکان رو اوکی کرد، ولی متاسفانه توپ طلا به رودری قرار بود که برسه و خبراشو دادن که مثل که حالا خیلی داستان هست، یعنی میگن پپ گواردیولا در واقع این خبر رو رسونده آقا و من عزت و من احترامی که برای پپ داشتم الان از بین رفت. یعنی قشنگ مخدوش شد اون احترام. فکر کن الان ما منتظر بودیم قیافه وینیسیوس وقتی اسم رودری رو اون جورج و اون بالا میگه ما ببینیم. خب پپ مهربون بازی در آورده، زنگ زده خیلی گفته آقا ما مردونگی گفتم به ما برنده. خرج داد. آره یعنی واقعا واقعا مرامی که مردونگی پپ به برای خرج داد. رئال به خرج داد و من باورم نمیشه که این آدم با اینقدر آدمی به این بارسایی بودن خیلی طبیعی قشنگ فنه بیاد اینجوری به رئال همچین کاری بکنه. من نمیکردم. واقعا خب از یه لحاظی دمش گرم، ولی خب از یه لحاظی هم خب به هر حال حال میداد دیگه. ولی یه نکته‌ای وجود داره که بعد از اینکه این اتفاق افتاد کل در واقع کادر بازیکن‌های رئال مادرید مراسم رو تحریم کردن که واقعا فاقد اهمیت بود و خیلی حرکت فولیه بابا، یکی بچه مش بازیه کودک، مگه. دقیقا کودک، واقعا مهد دقیقاً. کودک قشنگ. ببینید خب توی این مراسم خب وینیسیوس برنده نشد. حالا ما راجع به تک تک جوایز صحبت خواهیم کرد و مثلا راجع بهش حرف میزنیم، ولی خب طول مراسم مثلا آنجلوتی بهترین سرمربی شد و رئال مادرید به عنوان بهترین باشگاه آقایان توی این سال اعلام شد که هیچ کدوم نبودن که بیان جوایزشون رو بگیرن. ما قبلا هم داشتیم که مثال دارم میگم، مسی چند بار میدونست که قرار نیست توپ طلا ببره و شرکت کرد توی مراسم. بارها این اتفاق افتاده. و یا حتی مثلا شما اون سالی که که هالند نفر دوم توپ طلا شد، دقیقا اصلا سال پیش، استوری دقیقا گذاشت سال پیش. واسه آره آره مسی. استوری گذاشت واسه این مسی. و این رفتار بچگانه که آقا توپ طلای ما رو دزدیدن و نمیدونم دارن باهاش پوز میدن و بابا جمع کنید. واقعا رودری عملکرد فوق العاده ای داشت و سه تا پارامتر بود که عملکرد فردی بود، عملکرد فکر کنم تیم و یه معیار اخلاقی داشت که وینیسیوس بله کاملا اونو رده و مشخصه که اتفاق نمیفته. احساستون نسبت به اینکه رودری توپ طلا برد بهمون بگو تا. احساسم خیلی ببین من حالا نه فن سیتی هستم و حالا اون داستان فرانسه بود سر یورو منو خیلی بولی میکردن سرش. بعدش حالا طرفدار اسپانیا بودم، اونم حتی مثلا اونقدر بیشتر برای یامال خوشحال بودم تو اون داستان. خیلی رودری برام مسئله ای نبود. اما توپ طلا بردن رودری به منزله توپ طلا نبردن وینیسیوس، به منزله نبردن امباپه است، به منزله نبردن بلینگام و کارواخاله.
نتیجتا خیلی خوشحالم از این موضوع. من حتی آپشن مثلا اگه میخواستم من یک رئالی بودم، اگر من یک رئالی بودم، مگه اینکه مثلا برای سوختن بارسایی دوست داشتم وینیسیوس بره، ولی منطقا من خودم طرفدار کارواخال برای بردن توپ طلا میشدم من شخصا. و همین که وینیسیوس، چون اگر وینیسیوس میبرد اون توپ رو، مرگ فوتبال اتفاق میافتاد، حقیقتا مرگ به اصطلاح فیر پلی و رسپکت داخل زمین فوتبال. ما خودمون گاوی رو تو تیممون داریم، اوکی، تا اینجاش اوکی، ولی هیچی اندازه این رو مخ نیست. هیچ کی اندازه گاوی دعواییه، این رو مخه، یعنی رو مخ خودشونه، رو مخ هواداراست، رو مخ داور هست. گاوی صرفا دعواییه، این یه چیز دیگه ایه اصلا. خیلی خوشحالم. بچه بازی در میونه دیگه، یعنی واقعا دقیقاً اتفاقی که برای کل کادر رئال مادرید افتاد، کاریه که وینیسیوس توی زمین میکنه و نمونهش رو شما، من بخوام به شما بگم، توی ال کلاسیکو یه صحنه است، نمیدونم فرمین زد کی زد، کارت داشت داور بهش میداد به یکی از بازیکن‌های بارسا روی خط گیر وینیسیوس، که وینیسیوس باز داشت اعتراض میکرد. داور اینجوری که من الان باید چیکار کنم دیگه، دارم بهش کارت میدم دیگه. یعنی میخوام در این حد بگم که آقا مثلا طرف واقعا اصلا یه سری واقعا بازیکن خفنی از لحاظ کیفیت فنی، اصلا بحثی راجع به وینیسیوس نیست، ولی راجع به اون سطح اخلاقی و اون حرفه‌ای بودنه خیلی فاصله داره واقعا به نظرم. و ظلمی بود اگه قرار بود اسمش جزء در واقع اون برندگان توپ طلا باشه و از این لحاظ خیلی خوب شد دیگه. اگر من یه چیزی بگم برای سوزوندن بیشتر عزیزان، خیلی هم به ما انتقاد داشتن چرا به اون دوست قبلی ما مراجعه کردیم، الان جبران من میخوام الان بهتره کنم. ببین این که شما یه جایزه رو نبری و به اصطلاح چیز بشی یه چیزه، یعنی ضایع بشی یه چیزه. این که بیای عذرخواهی میکنم من از تمام کسانی که میشنون این اپیزود رو، من خیلی آدم مؤدبیم، همه میدونم مثلا دعوایی نیستم. این که بیای گوهشو بخوری و بعد نبری جایزه رو یه چیز دیگه است. خب یعنی این بنده خدا آره سر بازی ال کلاسیکو، حالا خبراش بعد همون روز توپ طلا در اومد دیگه اشتباه نکنم، گاوی که اینجوری کرده بود، گفتش که 4-1 فلان این حرفا، که اصلا همینم انتقام همون حرکت 4-1 که جلو ژاوی نشون داد وینیسیوسه. آره که اگرم نبود باز نوش جون گاوی، هر چی گاوی بکنه حقشه. وینیسیوس اومد برگشت توروش گفتش که باشه ولی من دوشنبه توپ طلا میبرم. این چیزیه که همه جا پخش شده و تقریبا این خبر معتبریه. و این توپ طلایی که ندادم حالا دیگه، آره میدونم، اینو توپ طلایی که برد وینیسیوس، این دست منه که این توپ طلایی که وینیسیوس برد. تو هم که این نشونتون بدم. اون یه ویدیو هست که بازی با بایرن، خیلی معروفه، کنم همه اینو دیدن، که کیمیش میگه آقا توپو بگی سری بازی رو شروع کن و هی توپو میندازه. خیلی قشنگ بود. گفتن دقیقاً انگار همین توپ طلا بود که وینیسیوس بابت یک سری بچه بازی از دستش داد واقعا. ببین یه نکته هم که راجع به انتخاب کردن در واقع افراد حالا برگزیده و اون برنده مشخص میشه برای توپ طلا، برای توپ طلا بانوان و آقایون تقریبا یکسان تعداد ژورنالیستاش متفاوته و در واقع مثلا نمیدونم از بین 100 تا 200 تا کشور برای هر کی یه ژورنالیست منتخب انتخاب میشه و یه لیستیو به ترتیب 1 تا 10 اعلام میکنن خب از اون کاندیدایی که وجود دارن و هر کس با توجه به رنکی که اون ژورنالیست داده یه نمره میگیره، مثلا یه امتیازی در اصل میگیره، مثلا نفر اول 15 امتیاز، نفر دوم 10 امتیاز، همینجوری به پایین. و مجموع اینهاست که برنده توپ طلا رو مثلا مشخص میکنه و اینها. و مشخصا رودری بسیار بازیکن دوست داشتنی تری نسبت به وینیسیوسه و من شاید خیلی اگر به عنوان ژورنالیست بخواستن امتیاز بدن ترجیح میدن که رودری رو بذارن اول. و من یه نکته دیگه هم بگم، اجازه دارم یه نکته دیگه بگم. بگو. تعداد بالای نامزدهای رئال مادرید توی چند تای اول، چون مثلا نفر اول 15 امتیاز داره، نفر دوم 12 تا فلان. ژورنالیست هایی که مثلا از انگلستان انتخاب میشن احتمال زیاد بلینگامو نفر اول لیستشون میذارن و وینیسیوس رو میذارن نفر دوم، یا فرانسوی ها امباپه رو، یا مثلا اسپانیایی ها کارواخالو اگر حال رودری رو نذاشته باشه. اینم یه ذره علاوه بر کثافت بودن خود وینیسیوس داخل زمین نظر اخلاقی، اینم یه ذره رأیای وینیسیوس رو خورد و به اون بخشم باخت این داستانو.
چون مثلا رودری قطعا تو لیست بالای لیست همه ژورنالیستا بوده، یعنی 1 تا 3 شون بوده احتمالا. وینی ممکنه 4 بوده باشه، وینی ممکنه مثلا توی لیستی 5 بوده باشه، وینی بعد یه جای دیگه 2 بوده باشه. این یه ذره داستانو چیز کرد، به ضررش کرد. در نهایت هم به نفع ما شد دیگه، یعنی هر کدوم تاثیرگذار بود نوش جونشون. من فقط چیزی هم بگم، این اولین توپ طلایی بود که برنده خبر نداشت فکر کنم، این چیزی بود که گفتم به ما. و دو اینکه از زمانی که توپ طلا از فیفا هم جدا شد، چون یه زمانی الان دبست داریم و توپ طلا، یه بله زمانی بله دوتا مرج بودن. آره یکی دیگه بود. کاپیتان ها و اینها رأی نمیدن، و الا من احتمال میدم وینیسیوس حتی پایین ترم میومد داستانش، از چون بازیکن‌ها شاکیان از دست این آدم، حداقل برخوردها و این کانترهایی که داشته. و این موضوعی که وجود داشت، حالا میخوام لینک بدم در واقع به یه خبر دیگه و بعد دوباره برگردیم به مراسم توپ طلا. این که آقا گفتم بابت اینکه وینیسیوس سیاه پوسته بهش توپ طلا ندادن. رونالدینیو بابا، من چی آخه باید بگم ببین واقعا بشه. الان کسی که توپ طلا رو داد به رودری جورجیا، خب سیاه‌پوسته از آفریقایی هم هست، این آفریقایی تبار هم بله هست، بله. میگم لیبریایی همچین جا. رونالدینیو رو داشتیم، ریوالدو رو داشتیم، چه میدونم بازیکن زیاد بوده سیاه‌پوست که توپ طلا برده. الان تو ذهنم اگه یادم هر جا یادم بیاد یه اسم من ول میدم. روماریو رو داشتیم دیگه، اینا همه سیاه‌پوستن اصلا دیگه، ببین دنبال چی واقعا میگردی؟ در رابطه با این داستان نژاد پرستی، بابا آره. توی خود بازی ال کلاسیکو مستقیما به یامال در واقع شعارهای نژاد پرستانه داده شد. یعنی کاملا، حالا دقیقا می‌خواستم یه لینک بزنم همینه که در واقع حالا خود وینیسیوس اومد یه دونه توییت زد، اینم بگیم که آقا اومدن شعارهای بله. نژاد و گفتن که در واقع کمیته مسابقات و مبارزه با خشونت و اینجور داستان‌ها و غیره در واقع دارن اون فرد رو پیدا میکنن که ببینن کیا بودن که آقا مثلا این شعارا رو دادن و گفتن که پیگیریش میکنن. و خود در واقع باشگاه رئال مادرید یه بیانیه رسمی داد و خب به هر حال یه حالت متاسف بودن بابت ببین همچین اتفاقی که افتاده. نکته که من و نمیتونم این نکته رو کتمان میخوام بگم. کنم. بگو تا اول، تو بعدش من میگم. آره آره، من دو تا نکته اسمم اینه که بگم. ریاکشن یامال، آفرین آفرین. همین یه لبخند، نه گریه نه شلوغش کرد، هیچی، صرفا فقط لبخند. این این که اون میگم چیزی که بازیکن باعث حرفه‌ایه. میشه من بتونم بگم که یامال زودتر از وینیسیوس ممکنه توپ طلا بگیره، چون اون اخلاق یامال خیلی تو زمین اصلا انگار نه انگار که داره مثلا کار بزرگی، انگار براش بچه بازیه یامال، حتی تو سبک فوتبالش هم همینه، تلاش اونقدی نمیکنه. حالا من یه چیز بگم، دو تا اسم اولا یادم، یعنی سرچ کردم، اوزبیو و رودگولیت هم توپ طلا دارن، اینا سیاه‌پوستن. خود و رودگولیت هم مثلا بود توی مراسم من بله بله بله. حضور داشت. و نکته دیگه ای که هست، حقیقتا نکته که رئال مادرید تعارف که نداریم، یعنی الان ما اپیزود قبلی که با اسپانیول بازی داشتیم من گفتم دوست دارم یه رلگیت شن. خب رئال مادرید هر جوری هست کلاس خودش رو که حفظ میکنه، یعنی بی‌تعارف یه باشگاه با کلاسی نشون میده خودشو اگرم نباشه. خب پادشاهی هم مثلا سلطنتی هم آره یعنی. دیگه، یعنی رسمی هر کار رو انجام میده. واسه این برای من تعجب برانگیز نبود که هم وینیسیوس هم رئال برای این داستان بیانیه بدم، به خصوص رئال مادرید. وینیسیوس یه ذره تعجب کردم چون آدم بیشوری میدونمش، ولی خب تعجب کردم. ولی خب به هر حال انجامش داد و میتونم اینجا میتونم یه کوچولو ریسپکت رو بهش بدم، یکم حداقل. آره بابت توییتش میشه این اتفاق گفت. آره. ولی خب به هر حال ریاکشن نسبت به اون توینای نژاد پرستانه کاملا مشخص بود دیگه. یعنی الان واقعا یامال تو سن 17 سالگی خیلی نسبت به وینیسیوس فکر کنم 23 4 سالشه دیگه. 25 بذار الان پیگیری میکنم. آره پخته تر عمل کرد. به هر حال اینا تقریبا فکر کنم 6 7 سال اختلاف سنی دارن مثلا. یه چیز 24 سالشه. آره بله 7 سال اختلاف سنی دارن و خب پخته تر عمل کرد و این فوق العاده است. و بعد یامال همین جوری این دیسیپلین رو حفظ کنه. گفتیم دقیقا. یامال و گفتی بردن توپ طلا که رودری موقعی که توپ طلا رو برد، خب توی مصاحباتی که داشت و این داستان ها اشاره به این داستان کردش که من مطمئنم که آقا مثلا یامال در آینده توپ طلا خواهد برد. و توی تیم ملی اسپانیا یامال خیلی به رودری میگفته که آقا مثلا توپ طلا رو خواهی برد و خیلی بهش مثلا این صحبت رو میکرد و خیلی امیدوار بوده به این داستان. این اتفاق افتاد. ولی خب این سری و امسال
یامال برنده جایزه گلدن بوی شد که قبلا پدری و گاوی گرفته بودنش و مشخص بود که یامال برنده خواهد شد، یعنی چیزی بود آره. که واضح البته بود. من یه چیزی بگم، گلدن بوی فرق داره با این جایزه که گرفت. این جایزه کوپاه و اونم یه جایزه دیگه است، اصلا جفتشون برای بهترین بازیکن‌های برای جوانه. بهترین بازیکن جوون. آره آره. بهترین بازیکن جوون رو گرفت، حالا اسمش کوپا فکر کنم. کوپاه، بله بله. بله. برنده شد و یه رنکینگ هم داره، حالا کوبارسی هم جز کاندیدا بود. اول یامال شد، دوم آردا گولر، سوم کوبی مینو، چهارم ساوینیو و پنجم کوبارسی. اصلا اوکی من این ولی خب سوال دارم، اصلا آردا گولر به جز اینکه نیمکتو گرم کنه کار مفید دیگه ای هم کرده آردا گولر که کلا هایلایت چند تا بازی آخر لیگ که مثلا تدارکاتی بود واقعا برای رئال مادرید، آره فقط واقعا. اونجا یادم خوب بود، بقیه‌شو دیگه چیزی خاطرم نیست. ولی نه کوبارسی واقعا عملکرد خوبی داشت توی المپیک، واقعا خفن بود. کوبارسی ببین واقعا حقش کوبارسی، اصلا پنجم شما بود. بگو کوبارسی ضعف داره تو دفاع کردن، شما اینو میتونی بگی. هیچ دفاعی من تو زندگی آدم نمیاد انقدر با توپ خوب بازی کرده باشه، یعنی از پیکه داره بهتر، یه ذره دقیقاً. تو ذهن من چیز میکنه، خیلی خوب با توپ بازی میکنه کوبارسی. آره این واقعا عجیب بود. و یامالی که بهش گفته بود که سال بعد تو قراره این جایزه رو ببری و حالا امکان داره که سال بعد کوارس این جایزه رو ببره اگه عمل کردش همینجوری خوب بمونه. سر یامال که اومد برای مسابقه، خب خیلی همون اول در واقع مراسم من بود و این جایزه بود که اصلا به یامال دادن. این مترجمی که گوش یامال گذاشته بودن فرانسوی بوده و این بنده خدا مثلا داشته انگلیسی حرف میزده، حالا بگو ترجمهش به فرانسه که اصلا این زبون خیلی نافهمتری هم هست، خیلی نامفهومتری هم هست آره. و بنده خدا سوالا رو نمیفهمید. ولی چند تا نکته جالب داشت. حالا سوالی که می‌پرسن با اینکه ما نفهمیدیم که یامال چی در واقع می‌خواست به اینا جواب بده. و جوون ترین بازیکنی که توپ طلا برده فکر کنم رونالدو با 20 سال، رونالدو نازاری با 20 یا 21 21 سال. آره 21 آره. و موجی ازش پرسیدش که موجی که خب ما ندیدیمش، اگر از آپارات اسپورت یا مثلا بقیه چیزا دنبال کرده باشی، صرفا فقط یه صدا بود ازش. ب- بعد ما یه کادر بسته ای از مراسم داشتیم. پرسید ازش که آقا 3 سال فرصت داری که این رکورد رو بزنی، چون به هر حال یامال رکورد این که جوان‌ترین بازیکنی که تو تاپ 10 توپ طلا بود و زد، فکر کنم جوان‌ترین بازیکنی که کوپا رو برده هم زد، یعنی جوان‌ترینای همه رو زد و این رکورد مونده که گفت 3 سال فرصت داری که این اتفاق بیفته و متاسفانه چون مترجم فرانسوی گذاشته ما جواب یامان رو نداشتیم و سرا فقط سوال دارم که میتونم براتون مطرح کنم. اینم برای تو فرانسه این اتفاقا میفته، فقط ایران نیست، خواستم در جریان باشه. آره. بعد دیگه جایزه بهترین باشگاه بانوان رسید به بارسلونا، لاپورتا رفت بالا و بله. یه مصاحبات یه سری صحبت ها داد که خیلی باعث افتخار ماست و این داستانی که راجع به فوتبال بانوان داشتن که اون لحظه اگه شما از آپارات اسپورت میدی کلنش از بالا سر در میاد، یعنی کلا اه، دیگه کلا دیده نشد، حالا صرفا صدا داشتیم. جایزه لویاشین و امیلینو مارتینز گرفت و برای دومین سال بازم برنده این جایزه شد. فوق العاده آدم دوست داشتنی و خفن. جایزش بهش زهر شده حاجی. اول هفته اینو بازی داشتن با بله تاتنهام بله و بله. 4-1 باختن. آره. حالا خوبه بعد چیز بود جایزه رو گرفته اشغال که دیگه بیخیال شد. آره. جایزه بهترین مربی که فکر کنم این جایزه برای اولین باره که اصلا توی مراسم توپ طلا به عنوان جایزه یوان کرایوف در واقع نامگذاری شد و اولین برندش هم کارلو آنجلوتیه که نبود و اما هیس هم از چلسی بهترین مربی زنان شد، فوتبال زنان شد و آیتانا بونماتی برای دومین سال پیاپی برنده توپ طلای بانوان شد، در حالی که ما توی فکر کنم 4 تا کاندید 3 تاش بارسایی بودن و تصویری که گرفتن یادآور خاطرات اون عکسیه که مسی، ژاوی و اینیستا با هم گرفتن که توپ طلا تو دست مسیه و
ببین فکر کنم تو فوتبال مردان این اتفاق 3 بار افتاده. حالا باز من شاید هیچ وقت نشه چک کنم، ولی میدونم 2 بار دیگر رو میلان بوده، یعنی یه بار مسی اینیستا فلان، و یک دورم دوران مثلا دقیق فکر کنم 70 80 میلان بوده که فکر کنم ون باستن و گولیت و رایکارد یه سال نامزد بودن، یه سال هم دوباره ون باستن و یک دو نفر دیگه. حالا تا تو تو فوتبال ادامه بدی آقایون صحبت من پیدا. این آره اتفاق فوتبال آقایون. افتاده و خیلی هم عالی و در حال بانوان بارسا جایزه ها رو جارو پارو کردن دیگه. اون و سال دومی هم که دیگه گفتم ون باسن و بارسی و رایکارد باز ستاشون از میلان نامزد بودن. خیلی هم عالی. یه جایزه هم بود که جایزه گرد مولر که به صورت مشترک به هری کین و امباپه داده شد، بیشترین گل زده. این جایزه اهدا میشه. دادن فکر کنم دیگه راجع به مراسم توپ طلا دیگه همه رو گفتم. فکر اگر کنم آره چیزی همه نکنم. جایزه هم گفتی. آره. آره اینم برای اینم نکته بود که بعد از سال 1960 که در واقع رودری اولین اسپانیاییه که برنده توپ طلا میشه و خب توی مصاحبهش هم گفتش که آقا مثلا یک پیروزی برای من نیست، برای فوتبال اسپانیاست و خب برای بسیاری از بازیکن‌ها حالا مثل ژاوی، اینیستا، ایکر کاسیاس و بوسکتس و این داستاناست و خب حالا یه اشاره هم به اونها داشت. راجع به این نکته هم گفتیم. راجع به داستان نژاد پرستی هم گفتیم که حالا فدراسیون اسپانیا هیچ محرومیتی برای تماشاگرها اعمال نکرد و حالا اینم بعد نیست به این که حالا اتفاقی بود که افتاد. راجع به حواشی اون شب ال کلاسیکو این نکته هم بگیم که توی رختکن بازیکن‌ها 3 روز تعطیلی می‌خواستن، ولی خب هانسی فلیک در پایان جشن اجازه اینو بهشون نده، با اینکه حالا مراسم توپ طلا واسه 3 بازیکن بود و اینا. دیسیپلین رو می‌خوام شما داشته باشی که چقدر خفن این آدم. و برسیم به در واقع جایزه های لالیگا که ما داریم جارو پارو میکنیم دیگه. و بهترین فعلا آره. مربی ماه اکتبر هانسی فلیک و بهترین بازیکن ماه لالیگا لواندوفسکی، رافینیا، یامال، لواندوفسکی 3 ماه پشت سر هم برای بازیکن بارسا بوده و پدری بهترین بازیکن جوان ماه لالیگا شد. یه سر خود پدری هم گفت این جایزه باعث میشه که احساس کنم جوونم هنوز، چون انقدر مثلا پیر نشد. یامال و کوبارسی اومدن. واقعا پدری و اینا جزء لژندان، الان جزء کاپیتان هم هست پدری دیگه. حالا من آخری ترتیب فکر کنم گفتن کاپیتان 4م تیم. اگر ببین حالا به اون چیزی که به ما گفتم والا ترشتگنه، من نمیدونم آراوخو دومه یا سوم، حالا هر جا که هست. ولی دیونگ آراوخو جاشون جابجا، یعنی یا دیونگ آراوخو یا آراوخو دیونگ، و بعد هم رافینیا و بعد حالا پدری و میان این پایین. داستانا. و به آره اونم بهترین بازیکن جوان لیگ شد. یه تیم منتخبم اومد که از بین 11 نفر 5 نفرش بارسایی بودن: اینیگو مارتینز، رافینیا، پدری، یامال و لواندوفسکی. جای کاسادو خالی. واقعا جای کاسادو خالیه. بنده خدا کسی بهش توجه نمیکنه. گناه. بهتر بابا، بهتر همین بازی چند روز پیش جلوی اسپانیول این بنده خدا رو هی میزدن، اعصاب من خورد میشد. چه کاری آخه. اینم برای نکته تو چرا خاموش بره جلو بهتر. آره. بعد دیگه اینم براتون بگم که قرارداد فرمی لوپز تا سال 2029 تمدید شد. اتفاق فوق خیلی خوبیه و قرار در واقع تمدید هم بشه. میگن قراره که تا سال بعدم قرارداد لامین یامال تمدید بشه و آینده بلند مدتش در این باشگاه رقم بخوره که مهمترین کار دیگه، یعنی که از مهمترین کاری که مدیر انجام بده واقعا حفظ این جواهر است دیگه، وقت دستمون نره خدای نکرد. بعد ولی خب راجع به آنسو فاتی عشق طاها داستانا فرق میکنه. یه سری صحبت‌ها بود که شاید در واقع اگر حالا خودش اوکی باشه و این داستانا توی ژانویه جداییش اتفاق بیفته، ولی خب باید ببینیم که تصمیم بازیکن چیه. ببین آره من حالا اخبار تموم شد، بریم سر پیشوازی. آره میتونیم. یه صحبتی راجع به لیا بود که من چرت و پرت بهش نمیپردازم. من اهمیت نمیدم به لیاو. تا وقتی که کسی لباس بارسا رو نپوشه من دیگه اخبار نقل و انتقالات رو بهش اهمیت نمیدم. آره رافینیا داریم بابا، کی به کی. والا
بپردازیم به بازی اون جلوی ستاره سرخ و بعدم بریم سر کامنت ها. فکر کنم کاتم نداریم دیگه چون که زود چیز میکنیم. آره. ستاره سرخ بلگراد، نکته‌ای که داره، من حالا چک ریز که میکردم این بازی‌های لیگو همه رو پرگل میبره و بازی‌های اروپایی رو همه رو پرگل میبازه. یعنی اصلا تیم عجیب غریبیه ستاره سرخ. من اگر جای آقای هانسی فیلیک، اصلا من کی باشم که الان میان تو کامنت ها میگم مگه تو از فیلیک بهتر میفهمی؟ آره اصلا همینه که هست، من بهتر نه مگه جدا از نگفتی شوخی. تو من خیلی آرومم بگم. نه. اپیزود قبلی من یه غلطی کردم. نه آقا خب من بذار بگم جدا از شوخی، من اگر باشم واقعا به یه سری بازیکن‌ها استراحت زیاد میدم. واقعا گناه داره، مثل کاسادو اوساسونا گناه داره. نشه دیگه. آره ندی نه دفاع منطق. وسط ببین یه سری بازیکن‌ها نباید، به فورت میتونه جای مثلا کونده بازی بکنه خب، ولی مثلا دومینگز چون فورت سال پیش چند تا بازی کرده یه سری تجربه داره فلان این حرفا، ولی واقعا دومینگز نمیتونه جای این بازی بکنه، یا مارتین خیلی کندتر از اینه که بخواد بیاد جای بالده بازی بکنه. اون از اون مورد. مثلا من اگه باشم فاتی رو فیکس میکنم. البته ممکنه از جواب نده و زود 45 دقیقه بکشش بیرون، ولی خب یا مثلا 45 دقیقه دوم سری مثلا رافینیا رو میکشم بیرون، فاتی رو میارم تو، متوجه؟ یعنی تایم بازی بازیکن‌های اصلیم رو خیلی کم میکنم. به لوا استراحت میدم مثلا. واقعا آقای گلی چیزی نیست که لوا الان باید دنبالش باشه، با اینکه من خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته، ولی بس دیگه تیم پلیر باش، 30 خورده ای سالته، آروم باش. اینم از اون خیلی مورد. آره. و کاسادو، یعنی کاسادو بیشتر تو ذهنم استراحت کنه و لواندوفسکی خیلی، و شاید یامال، یعنی اصلا رافینیار اگر خواست فاتی رو فیکس کنه رافینیار بذاره جای یامال، چون دقیقا همین یامال هم میخواستم خیلی بگم، به داره. نظرم تصمیم خوبیه یامالو آره استراحت یامال بده. خیلی داره بازی میکنه. اونم از اون مورد. الان ستاره سرخ بلگراد بدون باخت 12 برد 1 مساوی صدر جدول لیگ ستاره سرخ بلگراد لیگ صربستان. بعد تو بازی‌های قبلیشون بذار من یه چک بکنم چون این دیگه رو لپتاپ نشون نمیده، روی گوشی مجبورم چک بکنم اگر بتونم نگاه چمپیونز بکنم. لیگشون که یه 5-1 به موناکو باختن، یه 4-0 به آره اینتر و یه 2-1 به بنفیکا. دقیقا. هشتم ولی تو نشد. لیگ مثلا 3-0 مثلا وجودانیا، چه اسم عجیبی بود، من الان تو زندگیم تلفظ کردم. آره موناکو باختن رو به اینتر، احتمالاً جلوی ما هم پرگل شکست خواهند خورد، به خصوص اگه تصمیم بگیره فیلیک ترکیب فیکسشو بذاره. من حالا یه علت دیگه این که بگم چرا دوست دارم اون بازیکن استراحت کنه، این که بازی بعدیش ما با سوسییداد بازی داریم. حالا سوسییداد وسط جدوله ولی به هر حال اسم بزرگتر از ستاره سرخه. میتونه که ذره عجیب باشه برام. خطرناکتر اینم هم از از این من گفت. بازیکنهای خیلی زهردارتری آره. دارن. من بگم چندم میشیم، من میگم که مثلا 5-0. چه بدونم. 5-0. تو چی میگی 5-1. چی؟ 5-1 یه گله رو گل میخوریم نه؟ یه گل و یعنی پنیا اصلا گذاشته برام. شزنی خب بازی اوکی. نکنه. آفرین، این هم سوال خیلی مهم و به جاییه. اگه میخواد بازی کنه به نظرم وقتشه، یعنی یه شانسی بهش بده ببینید چیکار میکنه. آره به نظر واقعا یه بازی با بنده خدا اینو باید هم امید و آرزو اومده دیگه. آره واقعا. چی پیش میاد راجع به جدول چمپیونز لیگ هم اینو بگیم که الان دهمیم با 6 امتیاز و خیلی جدول به هم ریخته است. این اصلا شما هیچ ایده ای نمیتونید، مثلا برست الان پنجمه. برست تو لیگ خودش خیلی برام سواله، تو لیگ خودشون چیکار کردن؟ تو لیگ خودشون 11مه، از 10 تا بازی اینو 13 امتیاز کلا گرفتن، بعد الان مثلا پنجم چیز جدول چمپیونز لیگه. ولی خب الان استون ویلا و لیورپولن که فول امتیازا رو گرفتن با 9 تا امتیاز و بعد ببینیم که چه جوری پیش میره دیگه. بازی‌های جذاب. بریم بازی جذاب چی داریم؟ اوه، بازی خوب اینتر داریم، بازی میلان آرسنال، اینتر بازی آره اینتر آرسنال داریم، بازی میلان رئال داریم. بازی خوبه. پاریس سن ژرمن اتلتیکو آره داریم. همین بازی نکته عجیبه. بازی قشنگی داریم که فکر کنم همش هم تایم بازی بارساست. نه دقیقاً همش نه ولی اکثرش چرا. اکثرش در آره.
خیلی هم عالی. آقا یه بریم سر کامنت سری ها. کامنت برامون بخون تا جان که به به. بخوام کل کامنت ها رو بخونیم که 2 ساعتی در خدمتتون هستیم. ولی خب آره من خیلی تشکر میکنم. من کامنت ها رو بگم. اولا که ما هر قسمت با اینجوری که ما داریم جلو میریم، چون الان کامنت های اپیزود ال کلاسیکو رو میخوایم بخونیم، اپیزودی که برای اسپانیول رو دادیم ما اپیزود بعدی کامنت، یعنی اون اپیزود بعدی ها میخونیم. امیدوارم متوجه شده باشید سیستممون چجوری سخت کار داره میگی میکنه. ولی خب اوکی. حالا دو تا اپیزود بریم جلو متوجه میشن حالا بچه‌ها چی به چیه. اولا شما که خیلی کامنت رو متشکریم بذارید، برامون. ما یه جا پیدا میکنیم میخونیم آره برام. 100% اصلا نگران نباش. خودمون هم میخونیم تا جایی که بتونیم، به خاطر اینکه حالا کامنت هامون هم منتخب تر میشه من سعی میکنم جواب بدم همه رو. آره یه چیزی راجع به کامنت ها بگم. خیلی تند و بی احترامانه به امیر حسین دوست ما شده بود کامنت ها. کاملا حق میدم. یعنی امیر حسین دوست صمیمی چندین و چند ساله منه. خب ولی من حق میدم بهتون. علتش هم اینه که حالا ما به عنوان میزبان رو درواسی که با امیرحسین نداریم، ولی رسم میزبانی حالا امیرعلی داره. رسم میزبانی به ما اجازه نمیده که ما بخوایم مثلا با مهمون دعوا بکنیم. یعنی من خودم همچین رفتاری رو دوست ندارم. اگر امیرحسین خودش یه پادکستی داشت، یک ویدیو یوتیوبی میذاشت، شاید اونجا مثلا میرفتم من دعوا میکردم این کارو. یعنی مهمون دستم بازتر بود. مثلا یه نکته هم که و وجود داره، حالا فوتبال خیلی کنم از جزیره، حالا بحث خیلی طولانیه، ولی بحثی که وجود داره بلافاصله بعد بازی اصلا تم درستی نیست برای کل آره کنم، چون آره اعصابو ما همین خورده. دقیقا اگه و کلا میگذشت رئال. بهتر میشه، مثلا یه هفته بعد میگرفتیم خیلی بهتر میتونیم راجبش و من میخوام خیلی من باز بازتر میخوام اصلا تاکید صحبت. کنم با کسی دعوا ندارم البته ها، ولی خب رئالی جماعت کلا نگاه بالا به پایینی داره. حالا مهم نیست که 4 تا بخوری یا میزم قضیه پیروزی در مقابل چوبه. دوستانی که یه ذره بشناسن منو میفهمن راجع به چی صحبت میکنم. اوکی گناه دارن کامنتار دیگه، بخونم. بدترین هفته آره زندگیشونو گذروندن. احتمالاً بدترین هفته زندگی فوتبالیشون بوده. حالا من بگم کامنت گذاشتن گفتن که آقای علی منعی گفتن فیلیک چون اولمو و دیونگ آماده نیست تو ترکیب ثابت استفاده نکرد، ولی وقتی نیمه دوم دیونگ اولمو وارد زمین شدن بارسا بازی رو کامل کنترل کرد. اگه دیونگ شرایط فیکس بودن داشت بارسا همون نیمه اول کارو تموم کرد. من حالا راجع به دیونگ اپیزود قبلی بازی اسپانیول هم حرف زدم. گیر و گور داره ولی کاراییش فوق العاده است. یعنی باز همچنان یه ذره گیر رو داره ولی فوق العاده است. کامنت گذاشتن که چی سخی سعادت یا اول است. خدا مثل همیشه این نفر لاماسیا میاد بیرون چندین سال بارسا رو میبره تو اوج و بعد رفتنش تا چند سال اوضاع بارسا تعریفی نداره تا بچه مدرسه‌ای بعدی از لاماسیا بیاد. اینه که تیم متمایز کرده. دارن راجع به یامال قطعا واضحا صحبت میکنن. موافقم. آره حالا هنوز تازه کار داره. ببینیم یامال کار داره بزنن به تخت. یامال 16 17 آره سالشه بابا، بچه آره است. هنوز مونده. everyday adventures کامنت گذاشتن که بارسا برای برنده شدن تو سیه به یک LB و یک تعویضی جای لوا نیاز داره. LB من موافقم به خاطر اینکه بیاد بالر رقابت کنه، چون کونده واقعا کانسیستنت داره مداوم خوب کار میکنه. راستمون اونقدر نیاز نداره که چپمون نیاز داره. و اون بک لوا رو موافقم. حالا باز من اپیزود قبلی اشاره کردم که فاتی اگه بتونه این فصل رو هندل کنه یه کاریش بعدن میکنن. اینم از این دیگه. کامنت های دیگه که من بخونم خیلی این کامنت یعنی به نحوه های مختلف که گفتن این دوست رئالی اون از یک دیمنشن دیگه ای اومده که انگار مثلا اونا 4 تا زدن. یکی همین خیلی قضیه نگاه شبیهشو بالا و زیاد پایین رو داشتیم با گفتم. ادبیات های متفاوت. آره مجبور میشم گفته باشه. خیلیشو حذف کنم چون زیاده. نکتهش اینه که اونا 4 تا که نزدن، ولی توی امیر حسین کلا میگم به عنوان یک رئالی آدم پر رو و آدم از بالا به پایین نگاه کنیه و خب حقم داره. شما به عنوان تیمی که بیشترین چمپیونز لیگ تاریخ رو برده بیا اینجوری تحقیر بشی، منطقا هم باختو نمیپذیری، دافعه رو داری. حالا فشار رو داره. آره ولی حالا نه اینکه 4 تا گل. این با اطمینان حرف زدنش بیشتر سر حسرتی بود که اونها میتونستن به ما گل بزنن. تعارف هم نداریم، اونها میتونستن به ما گل بزنن و سر بد بودن امباپه و وینیسیوس و بلینگام و اینها این کار نکردن. در نهایت کرایمور دوستان رئالیمون که میبینید ما رو. آره
دیگه یه کامنت، یک جور کامنت های دیگه هم داشتیم، مثلا آقای زمان محمدی باشه گفته به خاطر لطف حضور اون دوست عالی در پادکست هم خودتون و هم ما رو از لذت تشریک احساسات و شادی آری و خالی کرد. یعنی نه اصلا انقدر هیجان داشته باشیم حق با شماست. ما یه تصمیم گرفتیم که دقیقاً بعد بازی چیز کنیم، اون تصمیم اشتباه اشتباهی بود بود. دیگه. آره ما عذرخواهی می‌کنیم ازش. یه توضیحش هم دیگه دادیم اول چی؟ اپیزود قبلا گفتیم ما دیگه. آره دیگه یه رالی برام کامنت گذاشتن، از فیلیک تشکر کردم و گفتن این یعنی ال کلاسیکو و رقابت. ERISPV گفتن که تازه تیم ما جذاب شد. ما چکریم بخواد والا این حرف 4 تا گل این حرفا رو نداره. این بعد اولبا یه بود میشد کامنتی هم 6 من، تا حالا. آره یه بار یه کامنتی هم من دیدم، آره از قشنگ نوشته مملی محمد دیگه. آره گفتن که 2 تا مهمونی که آوردیم، من کامنت رو فقط نمیخونم کامل چون دقیقا همون حرفای قدیمیه. اه، البته چرا میخونم، این نکته داشت نگاه کردم الان، فقط گفتن 2 تا مهمون آورید، یکیشون مهمان نیست یکیشون میزبانه. قشنگ عرفان جزو تیم ماست و از 4 نفر اصلی نمیبینیدش بارسا ولی هست. خسته. آره هستش. تأثیراتش امیر همیشه. مهمانه. کامنت گذاشتن گفتن که دوست بارسایی که میگه بهترین نداشتیم، یه بار دیگه بازی رو نگاه کن. خط حمله رئال همون دوتا 400 میلیون یورو قیمتشونه و اونا جلو 4 تا بچه هیچ کاری نتونستن بکنن. این یه ذره آنفیره، یعنی الان که کی گفت هیجانای ذره بهتری خوابیده. نداشتی؟ آره بنده خدا اولا که اینجوری نگفت و ثانیاً که گفتنم که هیچ کاری نتونستن بکنن. میم الان که 1 هفته از بازی گذشته و من چندین و چند بار نگاه کردم، بیشتر یه هفته خورده نگاه کردم هایلایت بازی رو. اینجوری هم که ما شانس آوردیم واقعا، یعنی چند جا از بازی رو شانس آوردیم، اینجوری هم حالا بهش چیز نکنیم. دقیقا میدونید داستان چیه؟ ببین یه هم. شمشیر دولبه دیگه. یعنی مثلا شما هم. اگر اون صحنه ها اتفاق نمیافته و همش مثلا گل میشد و آفساید نمیشد، خب الان آره همه بودیم به فیلیک فوش میدادیم دیگه. یعنی آقا مثلا دقیقا آره. اینجوری شد. ولی تا وقتی داره این داستان جواب میده فقط احترام و هم. ما واقعا دمش گرم. یعنی اینجوری میتونیم بگیم. آره واقعا. و یه نکته اینم بگم، اینم خیلی دوست داشتم بهش اشاره کنم، که اگر بگو. الان در حال حاضر برمیگشتن تباس و دوستان پشت صحنه رئال مادرید که منتظرن پرونده نگریرو رو هیرو کنن، برمیگشتن به اول فصل، این فناوری نیمه خودکار نیمه آفساید رو خودکار نمی آوردن. آخ. آره، تو اصلا اون ایزی بدون هیچ که 100 200 خط بکشن کارو در میاره. میگه آقا مثلا دقیقا. داست بازی چیز مشخص شد دیگه، آقا مثلا انقدر پاش مثلا تو آفساید میگیره راحت دقیقا. بدون هیچ داستانی این قضیه رو میگه. و دوستان عزیزمون اگه برمیگشتن اینو نمی آوردن تو لالیگا. همین که گل لاین رو نمیارن میدونن چقدر اوضاع خطرناکه، همین تکنولوژی خط دقیقاً دروازه رو دقیقاً. نمیارن. آره. ببین یه کامنت داریم گفتن که آره مستر شیامو گفته ادر با اون اسخای میکنم ریدمان چجوری بهترین بازیکن زمین. شما بقیه‌شون نگاه کن، فکر کن بقیه‌شون چقدر بد بودن که ادر میلیتائو بهترین بازیکن زمین بود. بهترینش آره اینجوری بهش نگاه کن. ارشیا قدمی گفته حاجی این که بعد لاپورتا میگن پیک میاد چقدر احتمال داره؟ پیک بارها راجع به این که دوست داره مدیریت بارسا حداقل پستی توش داشته باشه صحبت کرده، احتمالش کم نیست، ولی بعد لاپورتا، دقیق بعد لاپورتا خیلی بعید میدونم، مگه اینکه اتفاق عجیب غریبی بیفته. اسمش هم جز گزینه‌ها نیست. اه، الان فعلا درگیر اون یارو لیگی که درست کرده است. آره اسمش هم یادم نمیاد، کینگز لیگ چی لیگ یه همچین آره آره، اسم. کینگز لیگ فکر کنم. آره پیپرگان برام کامنت داشته گفته به نظر شما گارناچو بازیکن خوب و آینده داری نیست برای بارسا؟ آینده دار چرا شاید، ولی برای بارسا نه. یعنی مثل این میمونه که حالا یه با یه اشل پایینتری مثل که وینیسیوس رو بیاریم بارسا. متوجه آیا حاضرید مثلا فنی وینیسیوس رو به خاطر به جای اون هیتی که بهش میدادیم و این داستان رو قبول کنید یا نه؟ اه، یه ذره به غیرت هواداری و غیرت تیمی و غیرت بازیکن و این داستان رو برمیگرد دیگه. من چند تا کامنت هم دیدم، مثلا رد اسنیک گفته که اون دوست یوتیوبر که چنل رئال آقا به خدا امیر حسین چنل رئالی نداره، اگه دارم به من نگفته یا ما نمیدونیم که خیلی بعید میدونم، ما دوستای نزدیکشیم و نمیدونیم. گفت خیلی بقیه‌اش هم که چرا شاکی بودن که چرا اینجوری از بالا پایین، گفتم نظرمو دادم رو اون کامنت دیگه بر نمیگردم. فقط این که
آها، من کامنت دیگه اگه پیدا نکنم آره میتونیم که ببندیم داستانو. تمام. آره. آره. دمت گرم تا جان، دمتون گرم که کامنت گذاشتید، چه انتقاد بوده، چه فوش دادین، چه محبت داشتین به ما، چه نظرتون راجع به بازی گفتین، همش برای ما ارزشمنده. دمتون گرم. اگر هنوز تا الان سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید چنل رو و زنگوله رو بزنید که ویدیو آپلود میشه با خبر شید. لینک دونیت توی دیسکریپشن توی بایو پیج هست. و اینکه تا قسمت بعدی امیدوارم که سلامت، خوشحال و پایدار باشید همراه با خانواده و دوستانتون. خدا نگهدار.